درود، صدای منو میشنوید از گوشه دنج اتاقم. لیلی همونطور که از ویدیوهای قبلی میدونی آسپیلونگ دستیار دندون پزشکمو تازه تموم کرد. ایشون گوگولی من هستن، هدیه همکارم که تو لابور کار میکنه به من برای آبشلوس پروفون بود. روش نوشته لیلا با پرچم ایران. حالا روی بنر ویدیو هستش، اونجا بهتر میتونید ببینید. میخوام امروز واسهتون در رابطه با این که من توی مطب کیف ارتوپدی یا همون ارتودنسی چی کار میکنم اینجا مینویسم واسهتون. KFO یا همون کیف ارتوپدی بقایشی هستش که من توش آسپیلدونگ انجام دادم و کار میکنم و علاقه‌مند هستم. اصلا ارتودنسی رو خیلی دوست دارم. خودم تو ایران ارتودنسی داشتم و خیلی علاقه‌مند به این زمینه از دندون پزشکی هستم، این شاخه در واقع. ولی میخوام امروز باهاتون تجربه‌مو از هاسپیتیانی که کردم، یعنی تو طول آسپیلدونگ من به عنوان کسی که توی مطب تخصصی آسپیلدونگش رو انجام میده باید میرفتم 6 ماه توی مطب‌های نرمال و مختلف و هندلونگ‌های دیگر رو نگاه میکردم، به خاطر اینکه ما یک آلگمان آسپیلدونگ رو شروع میکنیم و این آلگماینه به این معنی هستش که من باید همه چیزایی که تو مطب‌های دیگه هم اتفاق میفته رو بدونم برای آبشلوس پروفونگم، برای امتحان کتبیم که توی ویدیوهای قبلی براتون یکم راجبش توضیح دادم و گفتم که پرکتیش پروفونگم در واقع امتحان عملیم. اصلا فالی که به من افتاد، در واقع موضوعی که به من افتاد برای امتحان باید براش متریال آماده میکردم و توضیح میدادم، فال جراحی بودش که من توی مطب ارتودنسی کار میکنم. حتما باید فال جراحی و متریال و همه چیزایی که لازمه واسش رو بدونم. حالا من توی دوره آسپیلدونگم 6 ماه باید طبق قوانین ایالت هامبورگ هاسپیتین میکردم، یعنی میرفتم توی مطب نرمال به تماشا و من این کارو کردم. فقط وقتایی که فخای داشتم به خاطر اینکه ما اورلابستاگ هامون بیشتر از حد نرماله و شف من گفتش که اگه میشه لطفا مثلا اون موقع ها برو که مثلا من اسیستنت دیگه ای ندارم، نخوام که مثلا همش تنها کار کنم، چون 6 ماه کم نیست. 6 ماه هم میتونی رو هم رفته انجام بدی، یعنی به صورت یه جا هم میتونی مثلا 2 هفته 3 هفته یه ماه هر 5 شنبه اینطوری انجام بدی دیگه. اون مونده بسته به رئیستون که چجوری میخواد و شرایط مطبتون که چجوریه. من مثلا چون دستیار تک و تنها هستم نمیشد که مثلا 6 ماه یهو نباشم. خلاصه حالا میخوام تجربیاتمو از مطب‌های مختلف واسهتون بذارم. این بیشتر به درد بچه‌های CTFA میخوره یا کسایی که میخوان استودیومو بعد آسپیلدونگ انجام بدن و تان آس بشن، یا اینکه کسایی که میخوان اصلا آسپیلدونگ CTFA رو انجام بدن به دردشون میخوره. خلاصه اول از همه راجع به یه مطب نرمالی بگم که توی منطقه متوسط رو به پایین هامبورگ بود. من رفتم حدوداً 2 هفته با یکی از همکلاسیای مدرسه مطب اونا و گفتم که من میخوام بیام با تو، اگه میشه به رئیست بگی که من مثلا 2 هفته بیام، اورلاب دارم، توی مطب شما کار کنم. مرتس بود، مرتس 2024 فکر میکنم. آره من رفتم مطب اینا واسه اینکه ببینم مثلا چی کار میکنن، اندو چجوری آماده میکنن، فلونگ چجوری آماده میکنن و از اینجور به هندلونگا. مطبی که داشتن توی هامبورگ نورد بود و یه منطقه خیلی مناسبی نبود. حالا جایی که من رفتم اسمش هم نمیبرم، شاید یه سری از دوستان اونجا زندگی کنن، ولی منطقه خوبی نبود برای چیز، هم زندگی هم کلا آسلندا اونجا زیاده و از اینجور حرفا. مطبی هم که اونجا بودیم اکثرا مریضایی که می اومدن یا پول درست حسابی نداشتن یا دندوناشون افتضاح خراب بود و مثلا چند بار می اومدن. کلا سطح دندون پزشکی اونجا افتضاح بود، اینطوری براتون بگم. در حدی که مثلا آدمای الکلی می اومدن دهنشون بوی الکل میداد، یا چه میدونم یه دونه مریض اومده بود 200 کیلو بود دهن سرویس روی یونیت. ما اینجوری بودیم که داداش خیلی سنگینی برای این یونیت و بنده خدا دست خودش نبود. بعد اون مریض انقدر وزنش زیاد بود که ما امزیتسن به هندلونگ انجام دادیم، یعنی اینجوری مریض رو فلخ نخوابوندیم، چون یونیت هم اینجوری میشه هم مثلا حالت نشسته داره، که ما زیتسن انجام دادیم اون به هندلونگ. انقدر یارو چاق بود ترسیدیم شتول بشکنه. اگال
منطقه نرمال رو به پایین مطبی که رفتم خیلی بهندلون بود واسه دیدن. اینش عالی بود واسه من که من میتونم هزار دندون خراب رو ببینم که اندو انجام میشه. با میکروسکوپ اندو انجام میداد شفش. یک رئیس بسیار قاطی و خانوم بود دندون پزشک. خیلی ادعاش میشد که اندو رو خوب انجام میده و این داستانا و واقعا هم خوب انجام میداد به نظرم. خلاصه بیشتر تخصص اون رئیس قبلیه، چون رئیس مطب فروخته بود و مثلا چند ماه اونجا بود و جوونا اوبرنمن کرده بودن که میخواستن مثلا مطب در ادامه اونا انجام بدن کارشو و دکتریشو اونا به عهده گرفته بودن. مطب یه جوری خریده بودن از شف قبلی، ولی اون شف قبلی هنوز بود اونجا که مثلا مریضا یهو شوکه نشن این یهو نیست. معمولا اینجوری میکنن که مینویسن تو وبسایتشون آره ما مثلا میخوایم بریم رنته مطب رو فروختیم ولی مثلا از این تایم تا اون تایم هستیم. این تایم خورد به وقتی که من اونجا بودم. خلاصه خیلی بهندلون دیدم چون که دندونا افتضاح خراب بود، یعنی واقعا داغون. اگال همه اینا گذشت. من اونجا فقط دندونای خراب دیدم، دندونایی که نیاز به اندو دارن، دندونایی که 5 بار اندو شدن و هنوزم نیاز دارن، اندوشون خوب نیست باید دوباره انجام بشه و 1000 تا درمان تجیح دیگر. از اینا که بگذریم رفتم ادامه هاسپیتیانم رو توی مطب خیلی خوب که دکترم میشناخت، یعنی دوست صمیمیش هستش، ما مریضامون رو میفرستیم پیش اون انجام دادم. خیلی از من خوششون اومد، همش میگفتن اگه تو از پیش این رئیست نمی اومدی و رئیست دوست صمیمی من نبود من یه پیشنهاد پرحقوقی به تو میدادم که اونجا رو ول کنی بیای پیش ما. خلاصه هی تعریف که آره آسپیلدونگت تموم شد حتما رو ما هم فکر کن، اگه وقت خالی داشتی اورلاب داشتی میتونی بیای پیش ما مینی جاب کنی و از این جور حرفا. خیلی هم من با اونا حال کردم هم اونا با من حال کردن. خلاصه توی این مطب نورمال یا آلگمان ساناس پراکسیسی که توی منطقه خوب هامبورگ بود من دوباره طولانی مدت به تماشا وایستادم. خیلی خوب بود، پرسنلشون عالی، مهربون، مریضا همه دکتر، پولدار. مثلا میگم یکی از معروفترین برندای هامبورگ و آلمان زنش اومده بود اونجا برای بهندلونگ. بعد دختره اصلا آلمانی بلد نبود، روس بود. اینجا معمولا پولدارای آلمان با روسیا و بلوندای خوشگل ازدواج میکنن. اینم یکی از اون داستانا بود که دختر اصلا آلمانی بلد نبود، انگلیسی صحبت میکرد. 2-3 تا مریض دیگه هم همینطور انگلیسی صحبت میکردن. بعد دکترها هم که حرفه‌ای ان دیگه، انگلیسی اینجا واقعا خیلی راحت همه میتونن صحبت کنن. بعد دیگه گذشت و منطقه خوبه، همه چی پرفکت و نایس بود. بیشتر کارهای سطحی انجام میدادن. بعد 2-3 بار مثلا رفتم واسه PSE eingeben برای دنتال هیگینیکرین هایی که اونجا بودن. 2 تا دها دارن توی اون پرکسیسی که من رفتم. همونطور که توی ویدیوی قبلی گفتم برای اینکه ما دها بشیم نیاز به وایتا بیلدونگ هستش و بعد استودیوم. خیلی حرفه‌ای ان، یعنی یه لول مثلا عدد پزشک پایین‌ترن ولی همه کار میتونن بکنن، از سانرانیگونگ بگیر تا پاودونتال بهندلونگ یا پاودونتیتیس، اینا رو اونا مثلا درمان میکنن. من میرفتم اونجا واسه PSE eingeben، این شماره ها و کد هایی که چی میگم بهش، تاشنتیف فرمسونگ اگه اشتباه نگم، با یه دونه اینسترومنت مخصوص اندازه گیری میکنن که مثلا زورگانگ لسته چقدره و حادی این پاودونتیتیس چقدره. اونا رو مثلا من آنگبه میکردم واسه شون دیگه. از اتاق با اتاق هی میرفتم اینجوری اسیستین میکردم، جراحی اسیستین میکردم، فولونگ اسیستین میکردم، اندو نگاه میکردم، فورباغایتونگش رو نگاه میکردم. خیلی تجربه باحالی بود. تازه وایناخت منو دعوت کردن به وایناخت اسن، رفتیم، خیلی خوش گذشت. کلا خیلی مطب به من حال داد و با هم خوب رفتار کردن. جدا از اون دکتر من با وورتسل بهندلونگ و شیروگی با 2 تا از متخصصای تو این زمینه که بهترین های آلمانن و بهترین های هامبورگ من رفتم به تماشا. یه دونه جراحی بود که مریض مشترکمون بود، یه دونه وورتسل بهندلونگ رفتم یه روز نگاه کردم برای امتحانم که من هیچ آنونگی راجع به وورتسل بهندلونگ نداشتم. اندو کلا خیلی توی استودیوم و اسیستین و فوربغایتن بلیتی نیستش، ولی من رفتم یه بار نگاه کردم. بعد این دکتری که من رفتم پیشش، یعنی شفم منو فرستاد پیشش نگاه کنم، با میکروسکوپ انجام میداد. بعد اونجا یه مانیتور داشتن که منم همزمان بتونم نگاه کنم. بعد یهو مثلا میگفتش که آره جاتو اسیستنت ها با هم عوض کنن، لیلا تو بیا اسیستین کن.
رفتم اسیستین کردم، خلاصه خیلی نایس بود. بعد مطبا همون جایی هستن که من آسپیلدون کردم، یعنی همون منطقه‌ای که من کار میکنم. 2 خیابون میرم بالاتر، مثلا میرسم به مطب بعدی دیگه. خلاصه جراحی یه جای دیگه است ولی اونا واقعا خفنن، فقط هم پرایوت انجام میدن، یعنی اصلا کاسن زولاسung نداره اون زانارzt. وقتی که یه دندون پزشک کاسن زولاسung نداشته باشه نمیتونه با بیمه کار بکنه. برای کورس اینفو. خلاصه جراحی هم رفتم 2-3 بار نگاه کردم. چیزی که بخوام بگم توی مطب جراحی مثلا بهندلونگا تعدادش خیلی کمتره. مثلا قبل ظهر شاید 2 مریض باشه، بعد ظهر مثلا 4 مریض. بعد طول بهندلونگ طولانی تره، معمولا آهنگ مدیتیشن میذارن، شتریلیزاسیون و اینجور چیزاشون خیلی خفن تره، وسایل استریل و این داستانا خیلی بهش دقت میکنن. بیهوشی انجام میشه توی مطب جراحی. و جایی که من رفتم Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie بود. اینجا واسهتون می نویسم. Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie اینطوری هستش که اون متخصص هم باید مدیسین بخونه و هم باید سان مدیسین بخونه، به خاطر بیهوشی هایی که انجام میدن، به خاطر جراحی هایی که انجام میدن، به خاطر اینکه فقط جراحی دندون و لثه و اینجور چیزا نیست، مثلا جراحی چه میدونم لب شکری و اینا هم انجام میدن. خیلی خفن. هم اوغال شیروگ داریم که باز اینجا می نویسم، هم Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie داریم که Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie خیلی خفنه. اوغال شیروگ ها دندون پزشکایی هستن که یکم مثلا وایتا بیلدونگ یا فورت بیلدونگ تور گذروندن، متخصصن ولی اونقدر مثل Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie خفن نیستن. چون که میگم Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie شما حتما باید مدیسین هم استودین کنی در کنار تان مدیسین، ولی برای اوغال شیروگی اینطوری نیست. یا مثلا ورسل بهندلونگ، کامپوزیت ونیر و چیزای ظاهری هم اونقدر تخصص خاصی ندارن. بیشتر کیف و ارتوپدی تخصصا و Mund-Kiefer-Gesicht-Chirurgie اینا مثلا تخصصای واقعا تخصصی هن که تو 3-4 سال باید بری دورش رو بگذرونی. دیگه حقوق همونطور که تو ویدیوهای قبلی هم گفتم توی مطب جراحی ورسل بهندلونگ و کیف و ارتوپدی چه دندون پزشک که درآمدش بیشتره و چه دستیار که به لطف همون دکتر با درآمد بالا حقوق بیشتری میگیره. به خاطر سختی کار میگم مثلا بهندلونگایی که تو جراحی هستش 2 ساعت طول میکشه و تو 2 ساعت بعد آبزاگون کنی و خون، مثلا همه نمیتونن با خون کار کنن دیگه، همه نمیتونن ایمشتین اسیستین کنن، همه اینا هستش. حالا فرقشو بخوام بگم توی مطب نورمال همه چی سریع پیش میره، تون مثلا مریضا رو هی همینجوری رد میکنن و انجام میدن، خیلی سریعتر سرعتش. توی کیف ارتوپدی بهندلونگ طولش خیلی زیاده، یعنی مثلا میگم بهندلونگ از 5000 یورو شروع میشه هزینه‌اش به بالا دیگه، بسته به سختی کار. مثلا دکتر تصمیم میگیره که چه میدونم با 6000 یورو تموم کنه. بعد اینطوریه که کوارتال داریم، یعنی هر 3 ماه یک کوارتال حساب میشه یا همون فصل. مثلا مریضای ما یه سریاشون فصل به فصل پرداخت میکنن، یه سری همون اول همشو میزنن، یه سریا خورد پرداخت میکنن دیگه، مونده به اینکه تو چی جوری میخوای هزینه درمانتو بدی. ولی در واقع از 3000 شروع میشه، خیلی کم پیش میاد 3000 یورو پول کیف ارتوپدی بشه. مینیمم 3000، ماکسیموم هم چیزی که من دیدم 11 الی 12000 یورو برای هندلونگ با فستکلاما هستش، براکت چسبوندن و بوگن و این حرفا. یه مدل دیگه هم هستش اینویزلاین فکر میکنم اسمشه، با شینه کوریگین میکنن که الان دیگه همه تقریبا با شینه دوست دارن کوریگین کنن به خاطر اینکه دیده نمیشه و اینطوریه. اگه به عنوان یک اسیستنت کیف و ارتوپدی بخوام براتون توضیح بدم، فلشتلونگ کیفا رو، یعنی اگر فکت جلو یا عقب باشه فک پایین، با اینویزلاین یا همون شینه ها نمیتونی درست حسابی کوریگین کنی. البته الان داره پیشرفته میشه، اونم میتونن. یه دونه دکتر مثلا تو هامبورگ هستش که این کار انجام میده، باید بعداً اسمشو پیدا کنم واسهتون بذارم، خودم دقیق نمیدونم ولی همکار رئیسمه. ما فقط با فستکلاما انجام میدیم، یعنی با چی میگم براکت و بوگن و اینا، که هم میتونیم فک رو جابجا کنیم هم میتونیم دندون رو جابجا کنیم. بچه همونطور که توی چنل براتون لینکش این پایین میذارم توضیح دادم. یک اینکه بچه ها رو زود باید ببرید دندون پزشکی، 2 اینکه ارتودنسی فقط به خاطر ظاهر و زیبایی و صاف وایسادن دندونان نیستش. اینو خودم هم توی آسپیلدونگ فهمیدم و الان اصلا کامل میدونم که داداش اصلا داستان یه چیز دیگه ایه.
دندونا باید درست بیان سر هم دیگه و مثلا برای جویدن و اینا خیلی داستان پیش میاد اگه فکت مثلا جلو باشه یا زیادی عقب باشه و اینا. حالا کلاس‌های مختلف دارم، میتونم اونم یه ویدیوی دیگه توضیح بدم تخصصی به عنوان یک اسیستنت کیف ارتوپدی. بگذریم. اینویزیلاین و شینه برای کسایی که دندوناشون فقط کجه، ارتودنسی فست کلاما یا همون با براکت برای کسایی که فکشون مشکل داره و حالا یه سری باید برن جراحی، یه سری هم نرمال درست میشه، یه سری باید دندون بکشن، یه سری دندون نکشن. من خودم مثلا دندون نکشیدم، داداشم 4 تا دندون کشید چون فکش جان نداشت. اگر همین برادر زودتر رفته بود دندون پزشکی، با این میتونست دندوناش رو یه جور جابجا کنه که دندونا جای خودشون رو پیدا کنن و نیاز به دندون کشیدن نباشه. مطب کینداتاناس پراکسیس هم خیلی باحاله. معمولا به هندلونگشون رو ناکوز انجام میدن، یعنی بچه رو بیهوش میکنن و به هندلونگ انجام میدن، چون معمولا بچه ها گریه میکنن یا میترسن یا هر چیزی. من واقعیتش هاسپیتیه نکردم ولی با یکی از دوستام رفته بودم اونجا به تماشا. خیلی باحال بود، هم گوگلیه، هم بچه ها خیلی انرژی دارن و هم یکم دردناکه که باید بچه رو بیهوش کنی. یعنی مثلا بچه دوست منو که بیهوش کرد، من اونجوری بودیم که چی شد. خیلی دارک بود، یعنی در از 5 ثانیه بچه بیهوش شد، چیزی زدم بهش بیهوش شد، اونجوری افتاد رو دستمون، بعد بردن تو اتاق و کارش انجام دادن. معمولا بچه ها رو بیهوش میکنن توی مطب کینداتاناس پراکسیس. بریم سراغ اندو، جراحی که واسهتون توضیح دادم. جراحی میگم اندو بعد راجع به جراحی توضیح میدم. اگال، اول جراحی میگم. جراحی محیطی که توی بهندلونگ هستی، معمولا انشپانونگ موزیک پلی میدن، یعنی موزیک یوگاتوری که دکتر آرامش روان داشته باشه و اسیستنت ها همینطور، چون همش داری با خون کار میکنی. فکر کن یه موزیک چه میدونم رپ هم بذاریم واسه دیوونه میشی. مریض که خوابیده اون پایین. بعد اینش هم خیلی بده توی جراحی، مثلا مریضا میان با چشاشون بهت فوش میدن اینجوریه که تو یه کثافت میخوای دهن منو جر بدی. خیلی بعدشون میاد از اسیستنت ها و کلا از دکتر و اینا، چون قراره درد بگیره. بعد محیط بهندلونگ خیلی آرومه، دکتر یواش کار میکنه و خیلی ریز و اینا. حالا کاری که انجام میده، من به عنوان دختر و حالا با خصوصیات و شخصیت من نمیتونم اینجوری لثه رو پاره کنم و بعد بگم آبساگن کن اسیستنت عزیزم، بعد بدوزم و بگم که واو چقدر شون دوختم و اینا. این کار من نیست، ولی اسیستیغنش به نظر من خیلی حرفه‌ای بود. معمولا جراحا اسیستنتاشون همیشه ثابته، یعنی مثلا 20 سال یه اسیستنت دارن، هم حقوق خوبتری میدن، همین که برای جراحی مثلا نباید یه نفر باشه که شاس میزنه یا چه میدونم کسی باشه که نمیفهمه یا کسی باشه که چی میگن هیچ آنونگی نداره. یه سری از آدما هستن که مثلا براشون اصلا مهم نیستن چی کار میکنن، فقط میخوان روز بگذره و تموم شه بره. ولی یه سری‌ها مثلا خیلی علاقه دارن، خیلی دوست دارن بدونن داره چه اتفاقی میفته تو شرط بحرانی، یهو مثلا خیلی ایده های باحال میدن. ولی یه سری آدما اینجوری نیستن که توی جراحی معمولا چون دکتر داره کار مهمی انجام میده باید اسیستنت ثابت باشه، چون عادت میکنه به اون اسیستنت. توی اندو هم همینطوره. کلا دکترای متخصص ترجیح میدن با اسیستنت خودشون کار کنن، چون که قلق همدیگر رو هم اسیستنت قلق دکتر رو هم دکتر قلق اسیستنت رو بهتر میفهمه. یه چی بخوام توضیح بدم از لحاظ آبایت سایت و اینا هم میگم، توی مثلا مطب جراحی شما 2-3 تا مریض داری قبل ظهر، 2-3 تا هم بعد ظهر. توی مطب نرمال مثلا هر نیم ساعت مریض عوض میشه. توی کیف ارتوپدی همینطور، مثلا بهندلونگای ما نیم ساعت طول میکشه. دیگه تفاوت دیگه ای رو بخوام بگم واسهتون، توی مطب نرمال شما بعد آسپیلونگ میتونی وایتابیلونگ پتست ایر بگذرونی، پروفسیونل تانرینیگونگ یا به اصطلاح جرمگیری انجام بدی. یکم حقوقت میره بالا، خفن‌تر میشی از لحاظ اسیستنتی، یه وایتابیلونگ جدا هستش. یا اینکه میتونی فروالتون وایتابیلونگ کنی و توی فقط قسمت اداری و آبقشنونگ مطب باشی، ترمین دادن و این حرفا. میتونی هم فاخ اسیستنت وایتابیلونگ بگذرونی، مثلا فاخ اسیستنت فکر میکنم جراحی داشته باشه و اندو، حالا دقیق مطمئن نیستم، اینو باید خودم هم برم بخونم.
ولی میدونم که کیف ارتوپدی اصلا فاخ اسیستنت نداره. توی کیف ارتوپدی اینو می‌خواستم توضیح بدم. توی نورمال سانوس پرکسیس یعنی آلگمان سانوس پرکسیس تو میتونی ست ام پی بشی و پتستر انجام بدی. توی کیف ارتوپدی تنها رو مریض کار میکنی و توی جراحی اصلا نمیتونی تنها کار کنی. توی اندو همینطور. این فرق مثلا اسیستنت ها توی مطب‌های مختلف هستش. توی کیف ارتوپدی تو خیلی دستت بازه که تنها کار انجام بدی. گاهی مطب‌ها مثلا ریتینا میچسبونن، من این کار انجام نمیدم ولی یه سری اسیستنت ها میچسبونن اینو و کلا خیلی کار انجام میدی توی مطب کیف ارتوپدی تنها با مریض. وقتی که دکتر نیست یه جورای فوربهاندلونگ تو انجام میدی، بعد دکتر میاد کارش انجام میده و دوباره ناخبهاندلونگ هم تو انجام میدی. این بود تجربه‌ای که من توی آسپیلونگم از هاسپیتین داشتم. خیلی باحال بود که من میتونستم شفای مختلف رو ببینم، چون هر کدوم از دندونپزشکا یه مدل مختلفی کار میکنن. میتونستم بقایش‌های مختلفی رو ببینم. فکر میکنم توی آسپیلونگ پرستاری هم دقیقا همینطوریه که مثلا استاسیون رو هی تغییر میدن تا بتونن همه زمینه ها رو ببینن. این کار رو باید برای دندونپزشکی هم به نظر من انجام بدن که همه اسیستنت ها تو مطب‌های مختلف تجربه کسب بکنن و یک جا ثابت نباشه. دیگه این ویدیو فکر میکنم به ته رسید. تا ویدیوی بعدی چیز